بچه‌ها سلام، بیاید میخوام بهتون یه روش پرینت میکینگ نشون بدم. این مدل پرینت میکینگ که میخوام بهتون نشون بدم اسمش تتراپک پرینت میکینگ هست که چیزایی که احتیاج دارید یکی تتراپک یا همون کارتون شیر هست، یه دستگاه پرس هست که البته میتونید یه دستگاه کوچیک‌تر و جمع جورتر داشته باشید، جوهر مخصوص اچینگ پرینت میکینگ هست که اچینگ اینک بهش میگن که من بعداً براتون لینک اینکه از کجا میتونید اونها رو تهیه کنید توی قسمت کپشن میذارم. کاغذ مخصوص پرینت میکینگ هست که معمولا میتونید از کاغذ فبریانو استفاده کنید، ولی این کاغذی که من دارم کاغذ اوکاوارا هست که 70 GSM هست. حالا بهتون نشون میدم که چطوری میتونید این کارتون شیر رو باز کنید، به صورت پلیت درش بیارید و بعد طرحی که میخواید پرینت کنید و روش بندازید. خب تو این مرحله ما طرحی که از قبل کشیدیم که میخوایم که اون طرح رو روی پلیتمون بندازیم و میایم میذاریم روی پلیت و با یه گیره ثابتش میکنیم که جابجا نشه. بعد به کمک یه ابزار پرینت میکینگ که همطور که میبینید یه سر گردی داره که یه سمتش نازکتره یه سمت کلفتر، سوراخ نمیکنه سطح پلیتو ولی یه ردی میندازه. به کمک این روی اون قسمتی که طرح رو کشیدیم شروع میکنیم این طرح رو روی پلیت انداختن. خب بعد از اینکه رد تصویرتون رو روی پلیت میندازید با این در واقع ابزار، یه همچین چیزی روی پلیتتون، یه همچین طرحی روی پلیتتون میفته. بعد از اینکه طرح اولیه رو روی پلیتمون انداختیم، به کمک این ابزار که همونطور که میبینید نوک تیزی داره، به کمک این میاید اون طرحی که ردی که روی پلیت انداختیم رو پررنگ میکنیم و در واقع یه خطی میندازیم که عمیق هست و موقعی که اینک رو روی پلیتمون میکشیم توی این عمق این خط قراره که فرو بره و نقشمون رو بندازه. قسمت پلیت من میخوام که بعدن که بهش اینک رو میزنم یه حالت سالید پررنگی بگیرم. برای همین میام این قسمت روی پلیت رو همونطور که میبینید میکنم، چون این قسمت زیر در واقع سطح براق پلیتمون مقوا هست. این قسمت جوهر رو به خودش جذب میکنه و باعث میشه که بتونیم یه کنتراست بیشتری به کار بدیم و یه مقداری پرینتمون رو تیره تر کنیم تو این قسمت. بعد از اینکه طرحتون رو روی پلیت انداختید، به وسیله یک کاتر دور طرحتون رو ببرید که آماده در واقع پرینت کردن به وسیله پرس بشه. توی این مرحله که پلیتمون آماده شده، مرحله که بایستی بهش اینک بزنیم. من اینجا 2 تا اچینگ اینک دارم که یکیش دیپ رد هست و اون یکی سپیا هست. اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنم چون نمیخوام خیلی یه سیاهی باشه که هیچ گرمی توش نباشه. برای همین یه مقدار قرمز بهش اضافه میکنم
که یه گرمایی به کارمون بده. حالا این رنگا رو با هم دیگه قاطی میکنیم و وقتی که به اون در واقع رنگ دلخواهمون رسید، روی پلیتمون رنگو به این صورتی که میبینین پخش میکنیم. باید کل سطح پلیت رو یه لایه کلفتی از رنگ بزنیم. برای پخش کردن این رنگ روی پلیت من از یه تیکه از خود همین کارتون شیر استفاده کردم که توی این مرحله باهاش میشه راحت رنگ رو پخش کرد. باید اینو قشنگ در جهت‌های مختلف پخش کنیم که توی این در واقع شیارایی که روی پلیتمون ایجاد کردیم کامل این جوهر فرو بره. بعد از اینکه جوهر رو کامل روی همه قسمت‌های پلیتمون پخش کردیم، میان و با یه تیکه پارچه به این صورت، به صورت در واقع دایره‌ای روی پلیتمون میچرخونیم تا یه مقدار از جوهر رو بگیریم. خب من اینو میذارم روی یه کاغذ دیگه که یکم کار تمیز کردن برام راحت تر بشه. خب موقع تمیز کردن پلیت بسته به حالا اون چیزی که دلتون میخواد توی کارتون توی پرینتتون در بیاد، میتونید به همون اندازه پلیت رو تمیز کنید. یعنی یه وقتی مثلا خودتون دلتون میخواد که یه حالت در واقع تیره‌ای روی پرینتتون باشه، میتونید خب کمتر تمیزش کنید. برای کلا پرینت میکینگ چیز جالبی که داره اینه که هر دفعه که شما پرینت انجام میدید یه طرح متفاوتی نتیجه پرینتتون میشه و کلا یه پروسه آزمون و خطا و اکسپریمنته و شما انقدر در واقع پرینت میکینگ انجام میدید تا به اون چیزی که دلخواهتونه، به اون نتیجه دلخواهتون میرسید و خیلی وقتا هم از چیزای تصادفی، نتایج تصادفی که در واقع از کار پرینت میکینگتون میگیرید یه چیزایی کشف میکنید که برای خودتون خیلی جالب و اصلا ترجیح میدید که اون نتیجه رو توی کاراتون داشته باشید. خیلی خب، حالا که پلیتمون به نظر آماده میاد میتونیم بریم و پروسه پرینت رو شروع کنیم. که کاغذی که میخواید روش پرینت رو انجام بدید آماده شه، بایستی یه مقداری توی آب بخیسونیدش. حالا بسته به این که کاغذتون چقدر کلفته مدت زمان بیشتر یا کمتری لازمه. مثلا برای کاغذ فابریانو خوبه که 1-2 دقیقه توی آب بمونه و بعد از توی آب درش بیارید و خشکش کنید. این کاغذ چون کاغذ نازکیه من خیلی کم، یعنی فقط خیسش کردم و خشکش کردم که الان آماده است برای پرینت میکینگ. پلیتمون رو میذاریم روی در واقع پرس و بعد از اون کاغذی که میخوایم روش پرینت انجام بدیم رو میذاریم و یه کاغذ دیگه هم روش میذاریم که اگه بخواد نم پس بده به پارچه پرسمون منتقل نشه. آموزش تتراپک پرینت میکینگ بود. امیدوارم که دوست داشته باشید و تو خونه بتونید انجام بدید و ممنون میشم که توی قسمت کامنت ها اگه هر نظری دارید، هر سوالی دارید بگید که من حتما به همه سوالاتون جواب میدم و ممنون میشم که اگه پیشنهادی دارید برای ویدیوهای بعدی با هم در میون بذارید.